من کار هنری میکردم، دیدم پول توش نیست، اومدم کار غذا. سلام جناب، شاگرد میخواین؟ آره. ما میخوایم چند تا سوال بپرسیم که ببینیم بر این اساس چه شاگردی مورد تاییدتونه و چه شاگردی کنسل. سوال اولمون اینه که شاگرد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که شما تاییدش کنید؟ برای شغل ما باید یه مقدار با مسائل کاری تو آشپزخونه آشنا باشه، یه مقداری با آشپزی کردن آشنا باشه و مسئله دیگه که خیلی مهمه، خیلی آدم پاکیزه و تمیزی باشه، چون با سلامت مردم مستقیم در ارتباطه. بعد سوال دوم، اشتباهات رایجی که شاگردای مبتدی میکنن چیا هستش؟ برای ما اینجا چیزی که تجربه کردیم با شاگرد جدید اشتباهاتی که انجام دادن به این صورت بوده که یا فیش رو اشتباه میزنن یا غذا رو اشتباه میزنن که اون خب ضرره برای ما دیگه. بله. خودتون تجربه اولیتون از بازار کار چی بوده و چه تجربه‌ای کسب کردید؟ من کار هنری میکردم، دیدم پول توش نیست، اومدم تو کار غذا. چرا داری؟ نکته پایانی داری؟ و در مورد کار کردن این بخوام بگم، جوان اگه واقعا بخوام کار بکنن کار هست. سخت شده زندگی، کار کردن سخت شده ولی کار هست. ما الان اینجا پذیرای دوستانی هستیم که علاقه‌مند باشن به آشپزی. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. موفق باشید. خیلی ممنون.